در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایون همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگردیده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند، گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان وانمود کرده به طلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند. دوزونش دست پولتیم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت بچه تو پتزو که میخیلم کرد، میخیلم شدگی میفرودم. کار که میتونستگیش به و ثواب نه، دولان در کار نه، و خودش معلوم. اون نیازمند و چه باشد کار کردن نمیتوند که ازش نمیاد و بی یاردم کننده کار. اون شرایط حقانی باز بین چیزو همه قیمت. من گرید 1 کیلو روغن برای گفتن چند قدر پنسیونر چند پول پنسه میگیره، چند قدر روغن گرفته میتوند. همتومی ارد 1 نون گرید مایده چه 3 سومون و باشد 200 گرم و برای همتو اویلو که آدم ها حساب کنید، پنسه حساب کنید، خیلی پررگی سرشته خورده میتوند. همتومی به تأکید کارمندان میلیسیا، صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریباً 300 نفر طلبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان‌های جهانی تاجیکستان را کشوری در حال رشد ارزیابی می‌کنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت می‌آورند. مقامات تاجیکستان هم میگوید تقریباً 30% اهالی هنوز در حال تنگدستی به سر میبرند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده‌ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.